مسعود رئیسی فعال حقوق بشر همراه ما هستن. پیش از اینکه بخوایم به صحبت‌های مولوی عبدالحمید بپردازیم آقای رئیسی، اگر که خبرهای تازه‌ای دارید از آنچه که امروز در این جمعه از در واقع 4 ماه گذشته خیزش انقلابی در زاهدان میگذره برای ما بفرمایید. خب امروز مثل جمعه‌های قبل، مثل جمعه‌های 3 ماه اخیر، باز هم مردم زاهدان اومدن خیابونا و نسبت به جمهوری اسلامی اعتراض کردند و شعار سر دادن. در بین شعارهایی که مردم سر دادن، نکاتی رو که میشه بهشون اشاره کرد این بودن که مردم عزم خودشون رو جلب کردن که برای تداوم این اعتراضات به خیابونا بیان و اعلام کردن که بازداشت‌ها و اعدام ها نمیتونه تأثیری در روند این اعتراضات حق طلبانه مردم داشته باشه. اونا علیه استاندار سیستان و بلوچستان که به تازگی منصوب شده یک سپاهی هست و عملا طی روزهای اخیر ما شاهدش بودیم که بلوچستان رو تبدیل به یک، خصوصا شهر زاهدان رو به یک منطقه حکومت نظامی اعلام نشده تبدیل کرده، اعتراض کردند نسبت به بازداشت‌هایی که صورت گرفته. همچنین مثل هفته‌های گذشته نسبت به جمهوری اسلامی معترض بودند، شعارهای علیه خامنه‌ای، جمهوری اسلامی و در واقع حکومتی که 40 ساله داره تبعیض و بی‌عدالتی رو در بلوچستان و در ایران داره اونجا اجرا میکنه شعار دادند و اعتراض کردند. بپردازیم به صحبت‌های مولوی عبدالحمید. آقای رئیسی یک بار دیگه به تندی از حکومت انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید تاکید کرد بر لزوم پاسخگویی حاکم و همینطور اعتراض کرد به سرکوب معترضان و شکنجه بازداشت شدگان. چطور ارزیابی می‌کنید صحبت‌های امروز او رو؟ خب همونطور که گفتم طی روزهای اخیر نیروهای امنیتی و نظامی توی بلوچستان مخصوصا شهر زاهدان اقدام به بازداشت‌های خیلی گسترده و فرده‌ای و البته غیر قانونی کردن که اصلا روال قانونی بازداشت رو رعایت نکردن و در همین مدت کوتاه چند روز هم حتی برخی کودکان و نوجوانان بازداشت شده رو ازشون اعترافات اجباری جلوی دوربین گرفته و در رسانه‌های خودشون اون ویدیوهاشون رو منتشر کردن. اشاره بخشی از صحبت‌های مولوی عبدالحمید هم به شیوه اعترافگیری جمهوری اسلامی نه تنها در بلوچستان بلکه در کل ایران بود و مثل گذشته این اقدامات رو غیر قابل قبول دونست. مسلما جمهوری اسلامی برای بقای خودش دست به هر گونه اقدامی میزنه تا مردم رو سرکوب کنه. این حرفها ممکنه گوش شنوایی در جمهوری اسلامی نداشته باشه، منتها خار چشمی شده در واقع همین صحبت‌های مولوی عبدالحمید برای جمهوری اسلامی که ما شاهدش بودیم طی روزهای اخیر. علاوه بر اینکه خیلی از شهروندای بلوچ اونجا بازداشت شدن، فشارهای بی سابقه ای بر مولوی عبدالحمید و مسجد مکی اومده که جلوی اعتراضات رو بگیرن. جمهوری اسلامی یک حکومتی است که خودکامه است و اگه میخواست به خواسته و مطالبات به حق مردم گوش کنه خیلی وقت پیش انجامش داده بود. من فکر میکنم مولوی عبدالحمید در واقع به نوعی داره به علی خامنه‌ای داره میگه که ملت دیگه در این 3 ماه ثابت کردن که نمیخوان جمهوری اسلامی رو. ایشون امروز حتی با مثالهایی که از صدر اسلام آورد، حکومت اسلامی، حاکم اسلامی که در موردشون صحبت کرد، در واقع خطابش به نظر من علی خامنه‌ای بود و که ازش خواست نسبت به خواسته های مردم، نسبت به مطالباتی که مردم دارن توجه کنه و به آزادی هایی که مردم دارن باید اونا رو رعایت کنه. آقای رئیسی، این بازداشت هایی که روزهای گذشته صورت گرفت در زاهدان، تعداد زیادی حدود 100 نفر رو بازداشت کردن بدون اینکه دلیلی دربارش گفته شده باشه، به نظر میرسه که هیچ کدوم از این کارها، هیچ کدوم از این تهدیدها مردم زاهدان رو، مردم سیستان و بلوچستان رو نمیترسونه. این هفته حتی در شعار زنانی که در خیابان حضور داشتن در این تظاهرات شعارهای دیگری میشنیدیم، شعارهای جدیدتری از همراهی سنی و شیعه میگفتن و از همراهی همه اقوام. جمهوری اسلامی طی حکومت 4 دهه اخیر خودش تلاش خیلی زیادی کرده که بلوچ ها رو به نوعی جدا از سایر مردم ایران معرفی کنه.
به طور کاملا در واقع اون چیزی که اصلا نبودن سعی کرده در رسانه‌های خودش معرفیشون کنه. بلوچ‌ها در این 3 ماه ثابت کردن که مورد تبعیض و بی‌عدالتی قرار گرفتن، جمهوری اسلامی رو قبول ندارند، هم مانند سایر مردم. و مسئله خیلی مهمی هم که هست همین اتحادیه که بارها مردم بلوچستان سر دادن. مردم بلوچستان ممکنه مثلا جمهوری اسلامی تلاش کرده که بگه مردم آدمای خیلی مذهبی هستن، اما اون چیزی که در ریشه بلوچ و بلوچستان هست سکولاریسم بوده و در واقع همیشه تلاش کردن که حتی خود مولوی عبدالحمید در سخنرانی‌هاشون، بسیاری از سخنرانی‌هاشون ما دیدیم که تاکید کردن بر جدایی این که اون در واقع قوانین اسلامی باید جدا باشه از اون چیزی که در سیاست ما داریم. اتحادی که الان مردم در واقع مخصوصا امروز در شعارهاشون ما دیدیم همین بود، تاکید داشتن که علیرغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده از لحاظ مذهبی مثلا بیاد مطرح کنه و این رو قول کنه که اینها مثلا متفاوت با سایر مناطق ایران هستن، تاکید داشتن که ما هیچ مشکلی، مردم در واقع تاکید داشتن که هیچ مشکلی از این بابت نیست و خواستار اتحاد و همبستگی بیشتر برای سرنگونی جمهوری اسلامی شدن. ممنونم از توضیحات شما. مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر.